حاج کاظم همزاد پرویز بود. پرویز داشت پیر میشد و خودش خبر نداشت. من اصلا اون حاج کاظم تو وجودم بود. راست میگفت. عباس را یک بار اتفاقی در اداره ثبت دیده بود. اولین پلانی که از ناصر افشاری دیدم اونجا، حقیقتش یه نگاهی عمیقی به من داشت میکرد که من یه ذره جا خوردم. 200 ماه بستری بود. چند بار رفتین اتاق جراحی؟ 74 بار. من فقط این چراغ رفتم. با شناسنامه برادرش زده بود به خط. رفتم با شناسنامه خودم برم جبهه، قبول نکردن، گفتن سنت کمه. دیدم حاج کاظم قصه ما پرویز پرستویی هی تهنشین میشد. یه کاری رو من کردم که اون همچنان تهنشین شده توی من. اونم حاج کاظم آژانس شیشه‌ایه. اونم علتش اینه که چون هنوز آدماش تموم نشده. با هر بار آه رفیق به این باور دردناک می رسید که آژانس شیشه‌ای قصه نبود. ما راوی این قصه بودیم ولی این قصه حقیقت داشت. آژانس شیشه‌ای دوباره تکرار می شود. این بار نه بر پرده نقره‌ای که در دنیای واقعی حاج کاظم عباسش را پیدا کرده است. من عباسم رو دوباره پیدا کردم. حاج ناصر همان عباس بود. باید میرفت برای درمان خارج. نامش را حتی رئیس جمهور امضا کرده بود، اما نامه شما الان چند ماه میگذره از زمان؟ نامه من با شهریور پارسال میرفتم، حالا با دستوری که رئیس جمهور تو اینجا نوشته که آقای ظریف‌آفام برای معاونت بهداشت درمان نوشته 11/9/90 باید شما اعزام شد. آنی هم نداده. ما ز یاران چشم یاری داشتیم. می گفت کلن هزینه اعزامش می شود 15,000 یورو. این 15,000 یورو هزینه درمان 1 سال منه. فکر میکنی بیشتر از از برجایی که میسازن خرج میتارشین؟ بهتر نیست جلو چشتون باشین یا بریم تو موزه تو باغ وحش؟ می گفت فقط می خواهد درد کمتری بکشد. من فقط میخوام درد کمتری بکشیم. دستگاهی میتونستن بسازن که درد رو نشون بده، به من وصل میکردن این درد دستگاه منفجر میشد. می گفت 30 تا مورفین میزند در روز و یادم رفت الان چند تا هم قرص میخورد. بیش از 50-60 قرص میخورم. یکی نبود بگوید چطور نامه‌های پزشکان و دستور بالاترین مقام اجرایی مملکت در کوچه پس کوچه های ناکجا آباد گم می شود. یه کسی توجیه میکنه یه به این دلیل به این دلیل به این دلیل، من اصلا میرم اصلا دیگه تا زمان مرگم پیدا نمیشم. حاج کاظم میگفت اصلا بیایید مسئله را یک جور دیگری نگاه کنیم. ما هر موقع پشت تریبون وای میستیم حتما میگیم اسم رب شهدای واسط بریم، حتما اسم جانباز میاریم، حتما اسم اسرا رو میاریم. پس اینا خودشون چرا نیستن؟ میخواست همین الان بگذاردش روی کولش، برود، بدود، بجنگد، ببرد. من هم سنگرم باید تو سیاره باشیم. تو میدانی بر ما چه گذشت. 20 اینچی ماسکش پاره شد، سری ماسکمو بهش دادم. ما نشسته بودیم آژانس شیشه‌ای را دوباره نگاه میکردیم. خود این آدما چرا صاحب هیچی نشدن؟ یعنی نمیخوام صاحب، ما همش هم دارم به قول معروف اتهام میشنون که آره نمیدونم شما سهمیه ماشین دارین، شما سهمیه دانشگاه دارین و فلان دارین. در صورتی که اعتقاد من اینه هر کسی حتی اگر یک روز 1 ساعت بلند شده رفته توی منطقه جنگی، به نظر من هر چی بهش بدن کمشه. شما سهم تو رو داده، سهم تو همین نیشایی بود که زده، دست شما درد نکنه. حالا تو قلب تو ارکان افتاده، بفرمایید. من با همه وجود مؤمنم به اینکه حاج کاظم اگر عزتی داشت ریاضت کشیده بود. جشنواره دفاع مقدس من اینجاست. من با اینا فعلا کار دارم، با خود جنس با خود آدم‌های واقعی. حاج کاظم چراغش در همین خانه میسوخت. نرفتم تو BBC داد بزنم، نرفتم تو VOA داد بزنم، دارم تو مملکت خودمون، تو خونه خودمون. میدونی قهرمان بازیت الان رو آنتنه؟ و میگم که ما همه جزء یک خانواده ایم، همه مال آب و خاک هستیم و اینها برای این نفس کشیدن ما در واقع خون دادن و جون دادن. آقای مسئول، حال حاج عباس قصه ما خوب نیست. میگیم آقا بازی کنه حقشه 1 میلیارد بگیره، بازیگر حقشه اینقدر دستمزد بگیره و جانبازی دستمزد نداره. واقعا تو عباس میشناسی؟ عباس آقا هر کی از من و مامانم ابوذر که به شما نزدیکتر نیست. اگه به تو بگم تو و مامان و ابوذر هر 3 مدیون عباسید، بازم میفهمی یعنی چی؟ قبل از خداحافظی پلان آخر را مرور کردیم. بغل دست من آخرین نفس کشید، دستم به رگش بوده، این رگیه نزد.
هر کسی همزادی دارد. حاج کاظم عباسش را پیدا کرده بود. ما راوی این قصه بودیم و این قصه حقیقت داشت.